سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز. دیگر صحتمند باشید. امروز اومدیم که درباره قسمت آخر سریال دختر ارباب کامنت هایی که مانده بودن نگاه کنیم چی گفتن و ببینیم که دیگه. خب بریم پایین. گفته که واقعا عالی بود و دیگه گفته که فصل دوی ایره حتما جور کنید. خسته نباشید. تنها سریالی که پشتش دیق شدم. خدا یارتون. خب بعدی هم گفته سلام، وقت بخیر دارم خدمت تمام شما خوبان چینل یوتیوب رسانه مردم. واقعا دمشون گرم. خیلی سریال های جذاب و دیدنی. خب هم بسیار طولانی گفتم. بعد گفته والا عروسی ارباب آخری خراب کردی. خب این سریال ها را فرزانه نوربند کرده بود. فقط به خاطر فرزانه سیل میکردیم. واقعا بیشتر از نظرها همی بوده درباره فرزانه. و دیگه گفته کاش هیچ وقت این سریال تموم نمیشد. خیلی عالی. امیدوارم همیشه موفق باشید. واقعا جذاب و دیدنی بود. خداوند حفظتان کند، مخصوصا قسمت آخر. خب خیلی عالی بود. چقدر جالب بود. دیگه کار نمونین. دیگه گفته که خیلی قشنگ بود، چرا دیگه کار نمونی. خب بیشتر از این سوال هم همیه که چرا فصل دوم نمیاد و دیگه کار نکردین، یا قسمت آخری را دقیقا مثلا 3 قسمت از روی این قسمت آخری میتونستین درست کنین، چون یک دفعه بچهش کلان شد اصلا نفهمید که دنیا آمد اینا. به خاطر همین زیاد حرفایی گفته بودن. خب گفته چرا پشت صحنه این سریال رو نمیمانید، لطفا پشت صحنهش رو بمانید یا فصل دوم این سریال رو. خب کاش تموم نمیشد. بسیار عالی بود. خب تشکر از شما که با کل فرزانه با هم دیگه رسید. هموطنان ما بسیار هم فیلمی عاشقانه دوست دارن. خب گفته کسانی که این سریال دختر ارباب را استفاده میکنن باید مجازات و از یوتیوب حذف شوند. داستان پر از تجربه ها و پند. کنار او لبخند و بر لب مردم نیز با او خود داشت. خب دوستا اینم از پارت اول. برای پارت دوم هم انشالله به زودی پخش می‌کنیم.